بسپانساری ایران و کردین خاین ایخانت که دن لبندا کردایه. هولید ایران وکی یک جی دولتین داگرکرین کردستان جبوی جنابرنا تاکه پارچه آزاد کردستان و جی هر کرد که ربویه سیوان آنکو حریم کردستان بردوام دکن. ایران با آوائک آختیفتر جبری حول داده سیاست خویات شکرنا هلال شیعه به جنابرنا استاتوی حریم کردستان جیب که. جبوی ویجی هند جی پارتی و ریخسنین کردی به کریگرتنا و به پیدانا پره و آلیکاری دن او پارتی رازی کرنا خیانت لگل و ولاتی خواه بکن. گلو هلالا شیعه چیه و کودره بخواه بدگره. هلالا شیعه بوی نافچه حریم روشلاتا نابین تی گوتن که بشک یانجی پرانیا و شیعه نو ایران، عراق، سوریه و لبنان بخواه بدگره. در سال 2005 دا دیگه ها هلال شیعه جعالی شاه عبدالله اردنی و هاته بکارانین و کت دناب ادبیات سیاسی ده. یا راست هلال شیعه بحثا پیکاته که سیاسی دی که نه دموگرافی. جعالی دموگرافی و نافچه این شیعه لبنان و سوریه نه دریجه های نافچه این شیعه عراق و ایران نه. او شیعه لبنان و سوریه پرانیان اشتجهین هر دو ولاتان پیک نایننو وک دو ولاتین شیعه ناین حسباندن. هلال شیعه جه انجام سردستی و دستلاتداری شیعه نه سردستی وانای دموگرافی. هلال شیعه پشتی کو شیعه لسال 2005 لعراق هاتن سردستلاتداری جعالی شاه عبدالله اردنی و کتناب ادبیات سیاسی ده. دوی ساله دا به پشتوانی ایران شیعه عراق بجارا یکم به پرانیا پارلمان بوندسلاتدارین عراقی. ایران دا آواکرنا هلال شیعه ده رولک سرکلی است. حزب الله لبنان راست انجام به سیاست ربر شورش اسلامی ایران خمینیه که به اخراج کردن شورش دهات ناس کردن. حزب الله در سال 1985 دا با آلیکاری ایران هاتیه دامزراندن و سرکرده و شهروان و جعالی ایران و خاتنه پرورده کردن و بودجه یا مزن جوان را هاتیه ترخان کردن. رژیم حافظ اسد جی د دست پیکر ده رژیم که نتوپرست عرب بو. لیج سال 1908 و د بن سروریا کمارا اسلامی ایران ده لسر حساب نتوپرستی خو میل ناسنامه علوی قبول کرد. به کرتاسی سروریا شیعه لبنان سردستی ناسنامه علوی لسر رژیم اسد و حاطن سر دستلات جعالی شیعه عراقی انجام دستوردان کمارا اسلامی ایران دوان ولاتان دایه. در سال 2012 دا به پیواجوی گشپیدان روشلاتا ناوین هزا ایران جبوی بجیبونا لحریم کردستان زیده بو. لی جبو ایران گلک زحمت بو که راست لسر ناوی خواه لبر حبونا خواه ساز بکه. تبی که یعنی که پیشگیری دا حبونا ایران یا لورجی لی گرسه یا لدورا یعنی که کوم بوی سینوردار بو. ایران راست دزانی بو که حج شعبی نای قبول کرن. ارتشا عراقی جی جعالی گل و نای قبول کرن. گل حرم جعالی چاندی و دکاری بو لدورا رخصنه که کن نابه کردی به بجیوه. ایرانی جبو استراتژی خواه پکه که حرم کردستانی به طیبتی لگرمیان وکی نونر خود دست نشان کرد. کسی که هنه که نقشره بزانه دکاره پیوندی کش گرمیان دست پیده که حتی کرکوک مخمور و موصل بردوام دکه و حتی شنگال دچه ببینه. هر وها مروف دکاره ببینه که او مشار حتی روژاوا دچه یعنی گرمیان خالا دست پیگه یا پیلانا ایران یا هلال شیعه یا دنابا خاک حریم کردستان ده. جعالی خواه هر کس به تکلیم بردوام ین دنابرا یعنی که ایران ده دزانه یعنی که با آوایی که کتیه دبن سروریا ایران ده که نکاره به تو آوا جی ایران را ببیجه نا. هر سیاست که ایران دخوازه لحریم کردستان و لدیجی گل کرد بمشینه بیینه که او پکی که ده قبول کرن و انجام داین. دبردلا به یکی دا جی ایران آلیکارین ماتی اوچک پیشکشی وان هر دو پارتیان دکه. هر وها مجال هاتن و چوین جبال فرخانه ایران و عراق جبو برپرسین پای بلند یم پکی کرده جبو چونا اوروپا ساز دکه. جعالیه که دم و جی بریا استخبارات خواه سرکرده یم پکی که دو پاریزه. لگور آگاهین هری داوی ده جبینه که هفبش آلین شیعه و نونر بافل طالبانی و پکی که به سرکردهیتی ایران لمالا خزعلی امیندار گروپا ملیشیایا به ناب السایب اهل الحق یا حج شعبی بریار خاطی استاندن جبوی آواکرنا سه بارگه نو لسه نافچه کردستان جبوی بجیکرنا هلال شیعه و زیدتری قلبدانا گل کرد لباشور کردستان و داوی آنین بساتویا فرمی حرم کردستانی.
زانیاری ددن خویا کرن کو بارگاه سرکه و لروجاوای کردستان و یک لکرکوک و یک دنجی لسلیمانی به آوا کرن. هر وها پیوست دکه ده هر بارگاه که دا نونر تب آلین شیعه هبه و دابی کرنا بوچه جی هر بارگاه که را بقاسی 4 میلیون دلار ده تخمین کرن و تب پرجی ویج آلی بافل طلبانی و بدابین کرن. بافل طلبانی پره دریه سینوری و دهات نافخوی سلیمانی جبو خزینه گشتی حکمت حریم کردستان و ناگیرگنه وان پریان جبوی خدمت کردن مالبات شهیدا پیشمرگه و گل هجار بکارنا اینه براباجی و یکی ده برجواندیا دجمن کردان دا بکارتینه و بی کو شرم و فدی بکه دست خو خستیه ناوا دست دجمن کرد و کردستان و دخوازه به وی آوایی خو بپاریزه راستیا بافل و هوالبندین وی ده دما خیانتا 16 جوتمه 2017 یا کرکوک بزلالی خویا بو. ده وی خیانتا دیروکی یا کو لگل کرد حاتیه کرنده ده چرچوه جیبجی کرنا پیلالا ایران یا حلالا شیعه ده جسادی پهنجی و یک آخا باشور کردستان را دستی دولتا داگرکر عراق هاته کرن یا نهاجی ته کرن بردوامی خیانتا 16 جوتمه هیه. به کرتاسی یعنی کشی ایران را رولا دستلات اسد یا سوریه و پککشی رولا حزب الله لبنان یا جبوی جیبجی کرنا هلال شیعه دلیزه. جاودرین سیاسی آماشه به ویکی دکن امریکا جبه پنگا و ایران حایدار و به شکل وین سربازین امریکای دناوا عراق و لسر سینور عراق و سوریه گریدای و حولا نو یا ایران نه. امریکا دخوازه پیشبری و پنگا و ایران بگیره و حریم کردستان بپاریزه. جبرکو حریم کردستان جهک استراتژیک و خودیچافکانی خوازایی ین گرنگه. جعالیه کدن امریکا برفرهبونا هلال شیعه به خطریه که مزن لسر برجواندین خویین لروشلتا نابین دبینه. لوما و هر کاری که انجام بده که و پیلانا ایران جناف ببه.